کاظم علیه السلام فرمودند مردی از قوم قیام می کند و مردم را به سوی حق فرا می خواند. بر گرد او قومی همچون پارهای آهن اجتماع می کنند. تند باد حوادث آنان را متزلزل نمی سازد. از جنگ خسته نمی شوند و نمی ترسند. بر خداست که توکل می کنند و عاقبت از آن متقین است. اگر بنا بود که از اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشد، انقلاباتی که واقع میشد، پشت سر انقلاب یه چند هزار از این فاسدها را در مراکز عام میان دار میزنند و آتش میزنند، تمام بشه قضیه. نمیگذارن که یک روزنامه که بشه یا اون روزنامه که خودشون. الان انقلاب اکتبر که اینقدر وقت ازش گذشته، باز روزنامه هم مردم ندارن، باز حزبی در کار نیست، حزب بیشتر نیست. اینا دارن برای اونا سینه میزنن. اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن، دیگر شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخوایم رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و بر خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم. ما بعد از اینکه فهمون به اینا که شماها دیکتاتور هستید، ما آزادی خواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند. حالا که اینطور شد، ما انقلابی با شما رفتار میکنیم. هر چی میخوان روزنامه‌های خارج بنویسن، هر چی میخوان توابع صهیونیسم و امثال اینها، هر چی دلشون میخواد فریاد بزنن. اینا هم اگر شدن که هر چی دلشون میخواد تو خانه هاشون برن فریاد بزنن، لکن بیرون دیگه نمیتونن. اینها باید منزوی بشن. اینها بعد از این هم ما گرفتاری داریم. فردا قضیه رئیس جمهور است، همین بساط و همین خونریزی و اینها در قضیه مسجد مجلس شورا بدتر از این خواهد شد، یا خیلی بدتر از این خواهد شد. ما باید جلو مفاسد را بگیریم. ما موظفیم از طرف اسلام که مصالح مسلمین را حفظ کنیم. همه موظفیم، همه ما موظفیم که مصالح اسلام را حفظ کنیم و این طوائف دارن مسائل اسلام را از بین میبرن. بنابراین در کمال تأسف ما دیگر نمیتونیم اون آزادی که قبلا دادیم بدیم و نمیتوانیم بگذاریم این احزاب به کار خودشون به فسادهایی که داشتن میکردن و میکنن به چیز بدن. نتیجه سرمایه‌داری که چه هست که من حالا نمیخوام اسم کثیفش رو ببرم، یه مرد که سرمایه‌داری همین قائله ها را ایجاد کرد در اون چند روز میشه و بعدم حالا فرار کرد. ما نمیتونیم مهلت بدیم، شرعاً جایز نیست برای ما دیگر مهلت تا اونجایی که ما میتوانستیم و خطا هم کردیم و من تصدیق میکنم که خطا کردیم، هم ما خطا کردیم، هم دولت خطا کرد، هم شورای چیز خطا کرد، همه ما خطا کردیم. ما خیال میکردیم که ما با انسان سر و کار داریم، پس با انسانیت رفتار میکنیم. شد نه، ما با انسان سر و کار نداریم. ما یا با حیوانات درنده سر و کار داریم. نمیشه با حیوانات درنده ما ملایمت بکنیم و نمیکنیم دیگه ملایمت.